پس از ورود به پنل کاربری خود و تکمیل کردن پروفایل می توانید در کمپین های دلتا شرکت کنید. برای شرکت کردن در کمپین مورد نظر بر روی بنر کلیک کنید یا از منوی کنار از قسمت کمپین ها بونس را انتخاب کنید. برای ورود به کمپین مورد نظر پس از مطالعه شرایط و قوانین روی انتخاب کلیک می‌کنیم. در این قسمت میبایست اکانت معاملاتی خود را انتخاب کنید. اگر از قبل اکانت معاملاتی دارید میتوانید روی گزینه بررسی کلیک کنید. در صورتی که شرایط ورود به کمپین را داشته باشید، دکمه پیوستن برای شما فعال می شود. اگر شرایط ورود به کمپین را نداشته باشید، دلیل یا دلایل در پایین ذکر می شود. در صورتی که اکانت معاملاتی ندارید، می توانید روی دکمه ایجاد اکانت جدید کلیک کنید تا به صورت خودکار یک اکانت با شرایط کمپین مورد نظر برای شما ساخته شود. روی دکمه پیوستن کلیک کنید. پس از پیوستن به کمپین، پیغام خوشامدگویی را دریافت می کنید و با زدن دکمه تایید وارد داشبورد کمپین می شوید. توجه داشته باشید که شروع کمپین برای شما پس از اتمام زمان مشخص شده است و معاملات شما پس از آن در کمپین قبول خواهد شد. پس از به اتمام رسیدن زمان انتظار می توانید شروع به معامله کنید. برای مشاهده شرایط دریافت بونس وارد تب تنظیمات بونس شوید و برای فعال شدن بونس طبق شرایط ذکر شده می بایست واریز انجام دهید. برای این کار به صفحه حساب ها رفته و روی لاگین مورد نظر واریز انجام دهید. مجدداً به صفحه کمپین برمیگردیم. در این صفحه وضعیت کمپین را در 3 بخش مشاهده می کنید. در بخش اول 2 نوار پیشرفت قرار دارد که زمان باقی مانده تا اتمام کمپین و حجم معاملات پذیرفته شده طبق قوانین کمپین را نشان می دهد. در بخش بعدی نمودار معاملات پذیرفته شده و پذیرفته نشده در کمپین را به صورت درصدی مشاهده می کنید. همچنین در بخش دیگر می توانید جدول معاملات خود و در تب دوم لیست نمادهای مجاز کمپین را مشاهده کنید. در تب‌های دیگر شرایط دریافت بونس، شرایط برداشت و شرایط پایان کمپین را مشاهده می کنید. در صورتی که بخواهید از کمپین خارج شوید، می توانید روی دکمه انصراف از کمپین کلیک کنید.